دوستان سلام و خسته نباشید. امروز یک دونه خط 125 ما کارشو انجام دادیم، تبدیل زدیم به لوله 63 خودمون که لوله هم محل تاین بهش میگن. ما امروز تاین رو به این صورت در آوردیم که روشنای 125 با سرا و ریدیوستر تبدیل 63 انجام دادیم. این هم دستگاه فریمات که یکی از دستگاه‌های جوش الکتروفیوژن هستش. دوستان دقت کنید، تبدیلی زدیم از خط 125 اصلی گاز به 63. این بوشنه که شما دقت میکنید روی خط گازدار اصلی هست، اون بوشن قبلی که استفاده شده بود اونه. دوستان این سرا ما امروز انجام دادیم، واقعا کار خیلی سخت بود ولی انجام شد.